آفتاب زمین را گرم می کند. روزهای آفتابی گرم و یه تلفن بزنم ببینم کجاست. آقا رحمانی اذیت نکن دیگه. مگه خبر نداده بودید بیاد دنبالم؟ پسر تو چقدر عجولی. موبایلتو بده ببینم کجاست. باتری موبایلت هم که داره تموم میشه. الو آقای رمضانی، سلام علیکم. من رحمانی هستم. کجا هستی؟ دیر کردیم بابا. اتوبوس گیر نیاوردی؟ آها پس الان تو راه هستی. محمد حالش خوبه؟ گوشی؟ میخوای با پدر صحبت کنی؟ نه سلام میرسونه. منتظریم. کسی نیست که اون بخواد پیشش بمونه. همه بچه ها رفتن. منم کسی رو ندارم که اونو نگه داره. سلام. سلام پسرم. همیشه به گردش. دیر کردی عزیزم. سر زمین بودم. بچه ها خوابیدن؟ آره خوابیدم. بچه ها با محمد بازی کردم. خیلی خسته شد دیگه این صدای دارکوبی دیگه. وقتش خالو درست میکنه، وقتش غذا فراهم میکنه. ولی اینا دارن حرف میزنن. نمیتوانی مدرسه بریم. نمیخوام پیش عزیز بمان. به عزیز کمک کن. شبهایی که ما نمیتابد تاریک است. آقا حالا میریم درس بعدی. اکرم و امین خواهر و برادر هستند. امین 2 سال از اکرم بزرگتر است. من بهت سر میزنم. اینجا جای خوبیه. خداحافظ شما. به امان خدا. معلمتون راست گفت.
بده.